زلیخا خودش رو به زیباترین شکل آراست و لباس فاخری به تن کرد. درهای قصر رو یکی پس از دیگری قفل کرد و یوسف رو به خلوتگاه خودش دعوت کرد. زلیخا هر چقدر طنازی کرد یوسف به اون نگاه نکرد. زلیخا یوسف رو تهدید میکرد ولی یوسف میگفت پناه میبرم به خدا. من هرگز به سرپرست خودم که از من پرستاری کرده خیانت نمی کنم. یوسف دید زلیخا پارچه‌ای روی بتی که در اتاقش بود انداخت تا بت این صحنه رو نبینه. یوسف گفت تو از بتی که نمیشنود و نمیبیند و نمیفهمد حیا میکنی. چطور من از کسی که انسانها را آفریده حیا نکنم؟ در این هنگام خداوند به یوسف الهام کرد که به سمت در فرار کن. یوسف به سمت در فرار کرد و زلیخا پشت سر او میدوید. پشت در زلیخا لباس یوسف رو از پشت کشید و لباس پاره شد. عزیز مصر همسر زلیخا در همون لحظه اون دو رو دید و از چیزی که دید حیرت زده شد. زلیخا برای تبرئه خود گفت این غلام نسبت به همسر تو سوء نیت داشت. آیا مجازات او چیزی غیر از زندان هست؟ یوسف گفت این زلیخا بود که میخواست فساد کنه و من برای اینکه مرتکب گناهی نشم فرار کردم. عزیز مصر گفت آیا شاهدی هم داری؟ یوسف گفت از کودکی که در گهواره هست بپرسید. عزیز مصر رو به کودک گفت در این باره قضاوت کن. کودک به اذن خداوند سخن گفت و گفت اگر پیراهن از جلو پاره شده باشد یوسف گناهکار است و اگر از پشت پاره شده باشد زلیخا گناهکار است. همه متوجه این شده بودند که گناهکار زلیخاست ولی برای حفظ آبرو این موضوع را مخفی نگه داشتند. ولی موضوع عشق زلیخا به یوسف در بین زنان ثروتمند دربار که با زلیخا رقابت داشتند پیچید. زلیخا از این داستان مطلع شد ولی نقشه‌ای ماهرانه طراحی کرد. زنان اشراف‌زاده را به کاخ دعوت کرد و مجلس با شکوهی ترتیب داد. به هر یک از مهمانها چاقوی بسیار تیزی داد و دستور داد از مهمانها با ترنج‌های با پوست بسیار نازک پذیرایی کنند و سپس دستور داد که یوسف وارد مجلس شود. به فرمان زلیخا یوسف وارد شد و زن‌های اشراف‌زاده با دیدن یوسف دست‌های خودشون رو بریدند. زلیخا از دیدن این صحنه بسیار لذت برد و در حضور زنان گفت اگر یوسف به من اعتنا نکند به زندان میافتد.